سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. من باز اومدم طبق قولی که بهتون دادم یه ترفند دیگه فوق العاده راحت و عالی بهتون یاد بدم. پس اگر دوست داری این ترفند رو تو هم یاد بگیری تا آخر این ویدیو با من همراه باش. اما طبق معمول لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. دوستتون دارم. نگو که تو هم مثل یک سری آدم‌های غیر حرفه‌ای کانسیلر تو به این شکل زیر چشمت میمالی. بیا تا بهت روش حرفه‌ای تری رو یاد بدم. اگر می‌خوای حرفه‌ای آرایش کنی، کانسیلرت رو از گوشه چشمت بکش به این شکل زیر گونه‌ت بیارش پایین و تمام. بریم که فیدش کنیم. نمیدونم چرا من با پد فید کردن یا فرچه فید کردن رو زیاد باهاش موافق نیستم، چون احساس کنم نصفی از مواد آرایشی توی پد جذب میشه. پس بنابراین میتونید خیلی راحت با این انگشتتون راحت فید کنید. خودتون میتونید مشاهده کنید این ور صورتم رو با این ور صورتم که چقدر تمیز و شیک و حرفه‌ای شد. و در آخر اگر دوست دارید که ماندگار باشه این آرایشه و اینکه زیر چشم چروک نیفته، چون بعضی این مشکل دارن وقتی کانسیلر میزنن زیر چشمشون بعد از یه تایمی چروک میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته میتونید از پودر فیکس استفاده کنید. یه مقدار پودر فیکس رو توی درش میریزین با یه دونه براش میزنید و بعد اضافه‌شو به این شکل میگیرید و بعد خیلی آروم به تمام آرایشتون پودر فیکس میزنید. این آرایش ساعت‌ها براتون ماندگاره. خب اگر دوست داشتید لطفاً الان حمایت کنید تا منم بازم براتون از این ترفندهای آسون و فوق‌العاده کاربردی بذارم. لطفاً حمایت کنید و من رو یا این سحریتی رو به دوستانتون معرفی کنید تا یه ویدیوی کاربردی دیگه. شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. دوستتون دارم. بای بای.